و همه یادمونه باهاش خاطره داشتیم. توی مدرسه نقاشیشو میکشیدیم. به هر حال توی نسل ما خیلی باهاش در ارتباط بودیم. حالا این ماشین یه مقداری با اون فرق. بریم با هم ببینیم. بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی رو راست بخوام باشم، من خودم فکر نمی کردم که بیوک انقدر ماشین هیجان انگیزیه. خب هیچ وقت داخلش نشسته بودم و این دفعه اول هست که من با حالا این مدل انویژنش به خصوص سوار شدم و استفاده کردم ازش و واقعا شگفت انگیز بود. هر آپشنی که فکرشو بکنید این اتاق داره. قیمتش از $32,000 تا $40,000 امریکاست. قیمت پایش، مدل پایش و قیمت پایش $32,000 و قیمت پولترین مدلش که به اسم اونیر شناخته میشه $40,000 امریکاست. اونیر به زبان انگلیسی معنی خاصی نداره ولی به زبان فرانسه میشه آینده. حالا باید این ارتباط داشته باشه با هم. این ماشین نشون داده که برای یک ماشین نیم شاسی، حالا به قول معروف توی شهر، یک ماشین فوق‌العاده است. آپشن های فوق‌العاده‌ای داره، سنسور رطوبت داخل، سنسور هوای داخل، هد آپ دیسپلی، هر آنچه که شما فکرشو بکنید برای رانندگی توی شهر نیازه، چه از نظر سیفتی چه از نظر راحتی. این ماشینی که پشت سر منه همه رو با هم داره. لیزش یه قیمت فوق‌العاده‌ای در میاد. حالا الان ریت توی زمانی که الان ما داریم فیلم میگیریم 4.9 که 48 ماهشه، چیزی حدود $800 میشه. البته این قیمت کاملا یه قیمتی حالا کلیه. برای دیتیلزش حتما باید به دیلرشیپ، که حالا دیلرشیپی که ما هستیم تورنهیل رایفاس هست و از دوست عزیزم ام جی میتونید کمک بگیرید. خب بریم با هم داخل ماشین رو ببینیم. بفرمایید. خب من امروز دست تنهام یکم، فیلم بردارای عزیز یکی پس از دیگری متاسفانه نتونستن بیان و خب با هم این ماشین رو میبینیم. مرسی که شکیبایی میکنید و شاید یه سری ایرادات داشته باشه ولی خب با من همراه باشید. خب دل و پنجره بسیار زیبای این ماشین رو میبینیم و لوگوی بیوک. خب چراغ‌های اصلی ماشین این پایین قرار داره و همینطور سنسورهاش رو میبینیم با هم. رینگ‌های این ماشین بخوام از دور بهتون نشون بدم بسیار زیباست و اندازه اون 20 اینچه و واقعا برای یک همچین ماشینی بسیار اندازه ایدئال و زیباییه. این هم خب در واقع تاپ آف لاین این ماشین هست، اونیر که قبلا صحبت کردیم و این هم رینگ های بسیار زیبای این ماشین. خب دیزاینش که از بغل واقعا زیباست، همینطور که میبینید یک دیزاین ایدئال برای توی شهر داره و خیلی جالبه که این چراغ شبش هم روشن میشه. چراغ‌های عقب یک حالت اسپورت و بسیار زیبا داره. حالا میخوام روشن بکنم چراغ‌ها رو وقتی که میخوایم وارد ماشین بشیم. ببینید چه دیزاین قشنگی داره و چه حالا افکت جالبی میده. لاستیک های بسیار زیباش رو باز می‌بینید، چقدر بزرگ و عالیه. خب از دیزاین بیرونش که بخوایم دیگه صحبت نکنیم و بریم داخلش هم بسیار هیجان انگیزه. بذارید من فعلا از این ور به شما نشون بدم تا برگردیم کامل قسمت راننده. خب این درب ماشین هست که یک دیزاین کاملا منطقی داره. سیستم صوتی ماشین که بوزه، میگم واقعا همه چی تمومه.
با توجه به قیمتی که این ماشین داره یک اتاق بسیار ایدئال کافی، مانیتور 30 اینچی، هداب و تریم فوق‌العاده زیبای پیانو بلک داره که با کیفیتی عجیب و غریب انجام شده و صندلی‌های بسیار شیکش رو می‌بینید. تنظیمات صندلی شاگرد و راننده و همینطور یک بخشی اینجا قرار داده شده برای وسایل. خب داشبورد ماشین همچنان بزرگ و اندازه است، چون برندهای حالا جدید به خصوص سال 2024-25 نمیدونم چرا داشبوردها رو دارن کوچیک میکنن و این دوخت بسیار زیبا رو میبینید. این قسمت بسیار با کیفیت و اینجا خیلی جای خوبی برای موبایله، یه شیبی داره اگر ببینید و موبایل هیچ وقت تکون نمیخوره و همینطور جای لیوانیا رو ببینید با چه دیزاین خوبی اومده کاری کرده که صفر قرار بگیره و همینطور ببینید این قسمت شارژر ماشین، وایرلس شارژر موبایل و برق 110، همینطور شارژر یو اس بی معمولی و یو اس بی پرسرعت و ببینید کیفیت اصلا از نوع صدا مشخصه که چه کیفیت ایدئالی داره. من برم سوار صندلی مخصوص راننده بشم، از اونجا بیشتر با هم ادامه. خب بریم یه نگاهی به داخل بندازیم از نماد نزدیک‌تر. اول اینکه ولکام ماشین ببینید چقدر ساده و شیک و وقتی ماشین رو روشن می‌کنیم چه افکت جالبی خواهد داشت. بریم روشن بکنیم. خب یه افکت منطقی زیبا. این هم فرمون ماشین که این حالت بیوک، این حالتی که فرمون داره از قدیم حفظ شده و خب تجهیزاتی که روی فرمون میبینید برای تنظیمات ماشین، سمت چپ و سرعت، حالا تنظیمات مربوط به سیفتی ماشین و سمت راست هم که مثل همیشه موسیقی و موبایل. این قسمت همچنان تنظیماتش این قسمت قرار داره و توی مانیتور صرفا نیومده که خب خیلی ایدئاله برای رانندگی و کمک یک مانیتور بسیار زیبا با یک دیزاین شیک. این قسمت ها رو ببینید چقدر فوق‌العاده طراحی شده، چقدر ساده، چقدر عالی. این هم که برای زیاد و کم کردن صدا و میوتش هست که با زدن این میوت میشه. نور پردازی داخل رو داره که حالا بهتون نشون خواهم داد و یک مانیتور خیلی سریع، یعنی با توجه به اینکه تاچ هست بسیار فرمانپذیر، خیلی سریع کار میکنه و لگ اصلا نداره. هیچ میگم خیلی از این مانیتورها هستن که لگ دارن و یکم فرمانپذیریشون کمه، ولی خب این بسیار پرسرعت عمل میکنه و این هم یک محفظه اینجا قرار داده شده، یک محفظه ایدئال با یک کیفیت عالی و این بالا هم خب مربوط به دربازکن‌های خونه هست و همینطور چراغ ماشین رو خب چیز جدیدی نیست و این قسمت هم که مربوط میشه به تصویر عقب رو میتونید ببینید یا اینکه میتونید به حالت عادی برش گردونید که خب یه سری تنظیمات قرار داده مثل تنظیم نورش که میتونید کم و زیاد بکنید یا مثلا تنظیم زومش که میشه این رو زوم بکنید تصویر رو و همینطور درجهش که بالا و پایین میره. خب از کیفیتش هر چقدر بگم کم گفتم. شاید دستگیره درش میتونه یه ذره جاگذاریش بهتر باشه و تنها نکته‌ای که هست شاید حالا توی این قسمت یه حالت کروم داره که کیفیتش مثل بقیه جاها نیست و همینطور این شاید تو قسمت جلو این دوتا مورد رو بشه بهش اشاره کرد که خب مثل بقیه جاهاش واقعا نیست و این هم که برای باز کردن درب صندوقی که میتونید تنظیم کنید با چه اندازه‌ای باز بشه، کامل باز نشه، مثلا جایی که ارتفاعش نمیرسه. شیفترهای تعویض دنده همچنان مثل بقیه ماشین ها و همینطور تنظیم دستی فرمون که میتونید زاویه‌اش رو تغییر بدید. اینم که دکمه روشن خاموش کردن و دنده ماشین هم که اینجا قرار داده شده.
خب من بخوام سانروفش رو هم بهتون نشون بدم، یه مورد دیگه هم که این کلیدها شاید میتونه خیلی هیجان انگیزتر باشه کیفیتش، باز به نسبت جاهای دیگه خیلی ظریف‌تره. حالا ما این سانروف رو خیلی هیجان انگیزه. ببینید اول اون رو میزنید و اگر بخواید یک ذره لای سانروف باز بشه به این صورته و بعد دکمه وسط رو که بزنید این سقف بسیار بزرگ شیشه ایش باز میشه. کاری که BMW کرده همین مقدار سقف گذاشته ولی دیگه سانروف باز نمیشه متاسفانه. ولی میخوام بهتون نشون بدم که چه سانروفی داره. یه مقدار خیلی طولانی زمان میبره تا سقف باز بشه. خب حالا اونو نمیتونیم بگیم ایراد. این سانروفش ببینید چقدر عالیه، یعنی واقعا یک سانروف فوق‌العاده بزرگ. ببینید شما، نمیدونم چرا برندهایی مثل BMW اومدن سانروفشون رو غیر قابل باز کردن. ببینید چه سانروف بزرگی داره. خب ما این قسمت خب برای دوباره بستن سانروف هست، میذاریم بشه و این هم که بسته همیشه. بریم عقب ماشین هم با هم ببینیم و ببینیم که چه آپشن هایی داره. خب عقب ماشین بسیار شیک، ساده و این هم که در واقع پاکت مپش هست، گرمکن های عقب و ماشین برای سرنشینای جلو گرمکن، سردکن و انواع سردکن که در واقع همون هواساز صندلی رو داره و خب بخش شارژر عقب قرار داده شده و دریچه های کولر سرنشینای عقب. یک فضای پای بسیار عالی و همینطور فضای سر فوق‌العاده داره. بذارید من فضای بالا رو هم بهتون نشون بدم که صورت هست این قسمت و این هم بنده. امیدوارم که خوب مشخص شده باشه فضای سر. فوق‌العاده است از همه لحاظ. این هم اتاق از بخش سرنشینای عقب. میخوام باز از کیفیت بگم. شما ببینید کیفیت کاپ هولدر واقعا عالیه، یعنی ایدئاله این ماشین از نظر کیفیت سقف. خب بریم با هم صندوق رو هم ببینیم. صندوق با یک سرعت ایدئال باز میشه و یه صندوق بسیار عالی برای یک ماشین شاسی بلند، به نسبت بلند درون شهری. و این هم ریگ زاپاس، لاستیک زاپاس روز میخوام و اینجا برای حالت دستی و همینطور دکمه برقی بسته شدن. خب با هم بریم موتور ماشین رو ببینیم. حقیقتش من به سختی پیدا کردم که درب کاپوت بیوک چجوری باز میشه، ولی خب به هر حال دفعه اول بود، میگم تجربه ای نداشتم. موتور این ماشین توربو هست، 2 لیتر و 4 سیلندر، 228 اسب بخار قدرتشه و توی تقریبا 7.4 ثانیه از 0 به 100 میرسه. مصرف سوخت این ماشین توی شهر 11 و توی اتوبان 8 هست که واقعا همه جوره یک ماشینیه که نشون میده همه چیز برای استفاده درون شهر رو داره. خب با هم یه تستی از شیشه شور عقب بگیریم. خب ببینیم که در واقع شیشه شور عقب وقتی کار میکنه چقدر قراره که عقب رو کثیف بکنه. خب همینطور که میبینید این قسمت خیلی کثیف شد ولی تا این حد تقریبا گرفته شده، یعنی تا این قسمت ماشین بیشتر آب جره کرده که خب باز قابل قبوله. یه حالت اینجا قرار داده شده که یه مقداری از آب رو حجمش رو میگیره
ما برای این تست خیلی دیگه سعی میکنیم شلوغش کنیم. خب امروز به عجیب ترین حالت ممکن میخوام باهاتون خداحافظی کنم. چرا عجیب؟ چون وقتی خداحافظی کردم برمیگردم دوباره خودم دوربینو خاموش میکنم و این داستانا، یعنی انگار که فیلم بردار داره این کارو میکنه ولی نه، خودمم. امیدوارم به کارتون اومده باشه. ساب، لایک، کامنت لطفاً فراموش نشه. اگر که بتونید هر انتقاد پیشنهادی دارید برای من بذارید، هر سوالی دارید برای من بگذارید. امیدوارم که لذت برده باشین و به هر حال عذر میخوام در قفل شد و گاز گرفت. امیدوارم که لذت برده باشید. برمیگردیم با ویدیوهای بعدی. لطفاً ساب یادتون نره. خدا